سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه در مناسک حج می آید، کمالات توحید در دلش جوش میزنه، برای سنگ حجر الاسود میگه ای سنگ، والله رب کعبه قسم هست که سنگ هستی، شفا داده نمیتونی، عزت داده نمیتونی، ذلت داده نمیتونی، مریض کرده نمیتونی. اگر تو را رسول الله صلی الله علیه وسلم بوسه نمیکرد، والله تو را بوسه نمیکردم. ملاسای همین عمر وهابی است یا نیست؟ کته وهابی نیست، کته غیر مقلد است. دخو وهابیان پیدا شویدی، غیر مقلدین پیدا شویدی. اولیاء الله قبول نداری، نمانی. اولیاء کرامت نمانی. این عمر بن خطاب رضی الله عنه که همه عربی خانها و ائمه مساجد میگن علیکم بالسنت و سنت خلفاء الراشدین، لا توحید خلفاء الراشدین. چطور ما پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و از صحابه را میکنیم که به توحید صحابه مشکل دارین، به سیاست صحابه مشکل دارین، به دوستی و دشمنی صحابه مشکل دارین، به نظام حدود الله صحابه مشکل دارین، به نظام اخلاقی و عبادت و حجابداری صحابه مشکل دارین؟ کجاست جناب؟ منظور از پیروی خلفای راشدین همین 20 رکعت نماز نفل در رمضان است؟ چرا ما با الله و با رسول و با دینش چلکاری میکنیم، فریبکاری میکنیم؟ این یقین و این عقیده و این توحید ما کجاست که الله مرا میبینه و الله صدای مرا میشنوه و الله خوب و سخن خوب و خراب مرا مینویسه؟ همین عمر رضی الله عنه که به اسلام آوردن نفر چلم بوده و به سبقت و تلاش و مبارزه نفر دوم شده، وقتی که خلیفه مسلمان هاست میبینه یک جماعه از صحابه زیر درخت بیعت و رضوان همونجا نشسته هستن. میگه شما اینجا چی واسطه نشسته هستین؟ یکی میگه که همینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود صحابه را درس میداد، اینجا جای تبرک است. عمر رضی الله عنه میفرماید عمل و دعوت و عقیده و جهاد و سیاست و عبادت و اطاعت رسول الله تبرک است. رسول الله جایش تبرک نه، اینجا رسول الله به تشناب هم شیشته، بیت الخلا هم شیشته، بیت الخلا تبرک است. زود بلند شوید. چند تا صحابی را امر میکند که این درخت را گرفته از ریشه بکشید. الله اکبر. ایره میگه توحید و برادر. أسألك